سلام، به صفحه فیلتر پرس صفا خوش اومدید. در ویدیو قبلی مراحل تولید پارچه فیلتر پرس رو با هم دیگه دیدیم. امروز تو این ویدیو نحوه صحیح نصب پارچه فیلتر پرس روی صفحه رو به شما آموزش میدیم. برای نصب پارچه فیلتر پرس ابتدا پارچه رو صاف میکنیم. یکی از طرفین پارچه فرقی نداره کدوم سمت رو نگه میداریم. این دو پارچه از طریق این گلویی به هم متصل و دوخته شدن. قسمت روی پارچه رو طبق تصویر تا میکنیم و گوشه های پارچه رو به هم نزدیک میکنیم و به این شکل در میاریم. از گلویی صفحه پارچه تا شده رو رد میکنیم. نکته مهم در نصب پارچه فیلتر پرس اینه که بعد از رد شدن پارچه باید کاملا صاف و بدون چین و چروک باشه. بعد از طرفین میتونیم سوراخ‌هایی ایجاد کنیم که بست زده بشه، یا اینکه حتی از ما بخواین برای شما در هر 4 طرف پارچه پانچ بزنیم تا این کار براتون راحت تر باشه. در پایان پارچه رو محکم کنید و از ثابت بودن اون اطمینان حاصل کنید. با رعایت این نکات ساده عمر دستگاه افزایش پیدا میکنه و عملکرد فیلتر پرس به بهترین نحو انجام میشه. مرسی که همراه ما بودید. ویدیو بعدی در مورد انواع پارچه های فیلتر پرس هستش. پس حتما دنبال کنید ما رو و از دست ندید ویدیوها رو.